به نام یزدان. درود بر دوستان و عزیزان گرامی که ویدیوهای زیبای ما رو در کانال یوتیوب همراه شد دنبال میکنند. امروز اومدیم نقش رستم، یکی از معروفترین و باشکوه‌ترین مکانهای باستانی ایران که از 3 دوره تاریخی ایلامی، هخامنشی و ساسانی بناها و نقش برجسته های بسیار زیبا و فاخری رو در خودش جا داده. بسیاری از ایران دوستان معتقدند مواقعی که حال دلشون خوب نیست یا به هر دلیلی دلشون گرفته، با حضور در مکانهای تاریخی مثل تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد، شهر بیشابور، طاق بستان و یا مکانهای باستانی دیگر و دیدن این شکوه و عظمت حال دلشون خوب میشه. در ابتدای ورود به این محوطه باستانی 4 آرامگاه باشکوه از 4 پادشاه هخامنشی جلب نظر میکنه که به ترتیب از سمت راست به چپ شامل آرامگاه خشایارشاه که در حال حاضر در دست مرمته. دومین آرامگاه داریوش کبیر که 3مین پادشاه هخامنشی و داماد کوروش کبیر بوده. سومین آرامگاه اردشیر اول هخامنشیه. و 4مین آرامگاه داریوش دوم. لطفاً اگر تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و از ویدیوی ما لذت بردین، دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید، لایک کنید و نظر خودتون رو برام کامنت کنید. نظرات شما برای من خیلی مهمه و میتونه در بهتر شدن ویدیوهای آینده ما به من خیلی کمک کنه. این آرامگاه داریوش دوم بود. در این محوطه باستانی یک بنای مکعبی شکل ساخته شده از سنگ و بسیار زیبا که معروف به کعبه زرتشت جلوه‌گری میکنه. نمونه دیگر این بنا در شبه جزیره عربستان و در شهر مکه وجود داره که برای مسلمانان جهان بسیار مقدسه. بسیاری از مورخان ساخت این 2 بنا را همزمان با هم میدونن. بسیاری معتقدند که خانه کعبه در مکه هم توسط ایرانی ها ساخته شده، چون در آن زمان شبه جزیره عربستان هم قسمتی از محدوده امپراتوری بزرگ هخامنشی بوده. در ساخت این بنا فقط از سنگ استفاده شده و از مصالحی چون ساروج خبری نیست.
در محوطه نقش رستم علاوه بر آثار دوره هخامنشی، نقوش برجسته زیبایی از دوره امپراتوری ساسانیان وجود داره که بسیار باعث فخر و مباهات ایرانیانه و هر کدام بیانگر قسمتی از تاریخ این سرزمین و تمدن گرانقدرشه. این نقش برجسته‌های دوره ساسانی اهمیت این دوره باستانی را دوچندان کرده. بریم و با هم از نزدیک ببینیم. یکی از زیباترین این نقش برجسته ها نقش برجسته تاجگذاری اردشیر اول بنیانگذار سلسله ساسانیه. در این نقش پادشاه و اهورامزدا هر دو سوار بر اسب هستند و پادشاه با یک دست اورنگ شاهی رو از اهورامزدا دریافت میکنه و با دست دیگر به اهورامزدا ادای احترام میکنه. زیر پای اسب اردشیر پیکر اردوان پنجم، آخرین پادشاه نگونبخت سلسله اشکانی افتاده که میتونید در تصویر ببینید. در نقش برجسته بعدی نقش بهرام دوم ساسانی و خانواده‌اش دیده میشه که روی یک حجاری قدیمی از دوره ایلامی ها کنده‌کاری شده. در سمت چپ بهرام نیمتنه 3 شخصیت مهم که به بهرام مینگرند دیده میشه. نزدیکترین نقش به بهرام ملکه بهرام دوم به نام شاپور دختکه. 2 نقش دیگر که کلاه‌های با نقش سر گاو و پلنگ تزیین شده احتمالاً شاهزادگان ساسانی هستند. در زیر آرامگاه داریوش دوم نقش برجسته دیگه ای رو میبینیم از دوره ساسانیان. در این نقش برجسته نبرد شاپور دوم ساسانی به تصویر کشیده شده. در زیر آرامگاه اردشیر اول 2 نقش برجسته روی هم دیده میشه. نقش بالایی که تقریباً به طور کامل از بین رفته متعلق به آذرنرسه یا شاپور زلکتافه. نقش پایین هم متعلق به هرمز دوم نوه شاپور اول ساسانیه که نشان دهنده پیروزی هرمز دوم
بر دشمنشه. آذرنرسه یا شاپور زلکتاف یکی از معروفترین پادشاهان ساسانیه. شاپور زلکتاف در زمان کودکی به پادشاهی میرسه و مدت زمان پادشاهی نسبتاً طولانی داشته. در زمان پادشاهی شاپور زلکتاف جنگ‌های بسیاری بین ساسانیان و اعراب اتفاق می‌افته. بین آرامگاه اردشیر و آرامگاه داریوش کبیر در قسمت پایین یکی از زیباترین و فاخرترین نقش‌های برجسته دوره ساسانی دیده میشه که دو نمونه مشابه این نقش، یکی در محوطه باستانی تنگ چوگان و یکی هم در محوطه باستانی طاق بستان دیده میشه. این نقش برجسته تصویری از پیروزی شاپور ساسانی بر امپراتوران رومیه. این امپراتورها به نامهای کردیانوس، فیلیپ عرب و والرین هستند. در این نقش برجسته یکی از امپراتورها در زیر پای اسب شاه، دیگری در مقابل او زانو زده و یکی دیگه دستش در دست شاه ایران قرار داره. در زمان شاپور نبردهای بسیاری بین ایران و روم اتفاق افتاده که در اکثر این نبردها شاپور پیروز از میدان خارج شده. در زیر آرامگاه داریوش کبیر هم دو نقش برجسته روی هم دیده میشه که پیروزی بهرام دوم رو بر دو دشمنش نشون میده. همونجور که در تصویر میبینید. بین آرامگاه داریوش کبیر و خشایارشا نقش برجسته دیگه دیده میشه که در واقع نقش تاجگذاری نرسی پسر شاپور یکم و فرمانروای ارمنستانه. این تصویری که میبینید. در کنار اون یک کتیبه بزرگ دیده میشه که در واقع قرار بوده که روش نقش برجسته انجام بشه، ولی به نظر میرسه که بعد از انجام تست مقاومت سنگ از حدجاری روی اون منصرف شده. در این تصویر اون سه تا مربع کنده شده وسط کتیبه نشون دهنده همون تست سنگه. در کنار مربع ها یک نقش برجسته به شکل آهو انجام شده بوده که به دلیل سستی سنگ تقریباً به طور کامل از بین رفته. از این نمونه مربع ها در مناطق مختلفی روی تخت سنگ ها دیده میشه که بعضی ها تصور میکردند که این سوراخ ها محل قرار دادن استخوان های اجساد در دوران
هخامنشی بوده که صحیح نیست. در راستای جلوی آرامگاه‌ها خاکریزی رو می‌بینید که جدیده. متاسفانه فرونشست زمین اتفاق افتاده که توسط سازمان میراث فرهنگی با خاک و سنگریزه پر شده. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی برده باشید.